رفقای من، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم بازی فرزندان پورت 2 رو بازی کنیم. بله، البته خب من خودم بازی کردم، رفتم دوباره وسیله ها رو پیدا کردم که مثل پورت قبلی نشه. الان ما فقط باید فرار کنیم. من رفتم دوباره همه چی مهیا کردم. بله، من چقدر آدم خفنیم، من چقدر خوبم. اصلا نمیدونم، ای خدا. فکر کنم بازی فرزندان تو چنل من خیلی البته اسمش فرزندان نیست البته، ولی خوب فکر کنم بیشترین طرفدارا رو بیشترین وی آر میخوره. پس اگه اینطوری باشه ادامهش میدم. البته اگه این دفعه تمامش نکنم. فقط یک کلید تو فرارمونه. سلام. آها، فکرم وسیله هم رفته، میخواستم فوش بدم. آقا پلیسی قشنگه، نوز بلشنگه. کدومتون کلید زرد انو داره؟ الو، کلید زرد، قرمزی، کلید زرد میخوام. کلید زرد. FBI. کتاب بخونم؟ نه، کتاب نمیخونم. هی روزگار. اونجا کجاست؟ تو اسنایپر منو بزن اگه برم اونجا، ولی بدرک. کلیدم زیاد استفاده شد. الان چی شد؟ نمیدونم بچه چی شد. الان اسنایپره دیگه نمیتونه ببینتم. What؟ ولی باید شب فرار کنم، ساعتهای اولی 9. باید پلیسی که اون کلیدو داره رو پیدا کنم. ببینم این چه کلیدی داره. آقای نمیدونم دستش چیه، باش فایت میدم. امیدوارم کلیده که نیاز دارم و داشته باشی داداش، اگه بی دلیل مردی. What؟ گم شو. سبز نه، برو. کلید زرد نیاز دارم، باید شب فرار کنم. کلید زرد. What؟ این چیه؟ اسنایپر پدر سگ. من میدونم تو چه کلیدی داری، ولی بازم میذارم چون خیلی پر روی. چقدر بهم دمیج داد. هلمت خودت هم میخورم. پاره شو. هلمت خودتو خوردم. این چیه؟ این چطوریه؟ فهمیدم. اینجا کجاست؟ اوکی. آقا من پلیسی که اون کلید زرد داره، کدوم سگ دونیه؟ بیا بیرون. الو، هیچ غلطی نمیتونید، گوی نمیتونید بخورید. کلیدای زشت، بی ادبا، بی شرفا، بی همه چیزا. تو رو خدا مگه میشه هیچ پلیسی کلید زرد نداشته باشه؟ گمیر. بوم بوم. من میدونم توی انچی داری. قرمز رو کپی میکنم بخیر.
کپی کردم قرمزو. آدم کپی کار. حالا باید با قرمز از کجا فرار کنم. قرمزه. واو. ای وای. قرمزم دوبار. خوب الان پلیس رو ببیننم بد میشه. باید رول کنم من برسم. ای وای. بیخیال. نمیرم. میرم یه جایی که پیدام نکنید. آی نزن بی شرف، نزن پدر سگ. میخوام ببینم این تو باشن چیکار میکنم. نه ولی ریسکه بذارید برم تو اتاقم. الان وسیله‌امو میگیرم بعد داستان میشه. اگه نرم چی میشه؟ هیچ میشه. این کلیدا رو بذاریم. اینا رو بذاریم. نباید کلید قرمز رو میگرفتم. بس ببینم شایدم باید میگرفتم. خب بذار صبح اول صبح رول کارشو ببینیم چه کنیم. قیچیمونم ببریم چون جایی که میخوام برم به احتمال زیاد فایت بدم. هلو خدافظ. امیدوارم بشه رفت اونجا. حکومت نظامی اینجا کجاست؟ اینا سلام اومدم حرف بزنیم. لطفا اذیتم نکنید. اگه این لباس رو بگیرم تمومه. میشه زدشون بگی. اگه با یه شاتش بمیرم خیلی بد میشه ولی خب شاتشون فکر کنم خیلی ناجوره. اوه اینا تو وای خیلی قویان. اگر قیچی چیزی داشتم میکشتمشو. خیلی قویان. وای کله قرمزم هم گرفتن لعنتی. وای خیلی بد شد. باید یکی از اینو بکشم. به چرا که نکشم. الان این هست به همه فایت میدم میکشمش. کجا؟ بیا اینجا. پلیس عادی ها چی کار دارن؟ بیاین اینجا. بیاین تو. گم شو. بمیر تو رو خدا. وای مگه میشه؟ وای خیلی بده. این پلیس پدر سگ اونجا چه گویی خورد. تو گم شو. گیری کردم و کشته بودمش. وای خیلی بد شد. باشو بینم وقت تصفیه حساب پدر سگ ریدی توی کارم.
میکشتمش، بعد لباساشو برمیداشتم، بعد دیگه هیچ که جلو دارم نبود. الان خودتو لوت میکنم بفهمی. اینو برمیدارم با تو رم میزنم بابا. الان فهمیدم این پلیسا چقدر ایزی هن. بده من کلافس. این کیه دیگه؟ این پیرمرده کیه؟ ارشد چیزی دارم که غیر قانونیه. بوتون آره، بوتون ته غیر قانونی هست فکر کنم. بوم. چه دمیج انی داره، چه دمیج انی داره، چه دمیج زیاده بوتون. بمیر بابا. تو یکی چی؟ بدبخت جفتتون. خدافظ. بپرشون. دیدید حاجیتون گنگ شلاست. بمیر بابا بمیر. اون باتوم گنده بزرگم هم استفاده نمی کنم. بمیر. گردو بود. بریم. بچه هنوز هم باید فرار کنیم، ولی به کلید زرد نیاز داریم. باید بریم اتاشقالش رو پیدا کنیم. اگه کلید زرد رو نسازیم فرار کنسله. بابا امیدوارم فرار کنسل نشه که شونم. ایزی واو مگه میشه انقدر ایزی جانم. به دیگه فراره رو کردیم بچه. بودو یس. گو خوردم. به خدا کاری ندارم. گو خوردم. نه فندک ما ازم نگیرن. نه فندک یه چیز عادیه. اوکی. چقدر حیوونن. چرا زد؟ اشکال نره، اون دوتا گوره باباشون برام مهم نبودن. الان فندک ها مهمترین چیزا برا من. باید برم یه دونه از اون چیزا هم پیدا کنم. بذار هیلم تا پر بشه. آقا شاید من گرستم نباشه. الان به من دستور بدید. وقتی شب فرار کردم اون موقع همون قیافاتون رو میبینم. جابتای من میام اصلا. اونه هم که کلید زرد داره رو خوشبختانه پیدا کردم. هلو خدافظ. کلید زرد مثلا کلید سبز داره. این دفعه من فراره رو میکنم. اگه نکردم اسمم یاسین نیست. تازه ویدیو هم هنوز خیلی وقت داره. اگه روشی که دارم میرم درست باشه حل فرارم شبه. واسه ای خدا. حالا از اون نمکا نیست. نمک نیست هیچی دیگه است. ولی اوکی. نمک. من نمک میخوام. یالا. کاری ندارم. میخوام ببینم چیا داره. هیچی نداشت. موز داشت. آقا موز دارن. موز بابا. وایسا. موز. من با کلید زرد گیر بیارم وگرنه بدبختم نمیتونم فرار کنم. کلید زرد الان مهمترین کلید برای منه. بودو تو رو خدا. چرا از اونا نیست؟ از اونا میخوام. آره. و بچه امروز 2 ویدیو داریم. درسته من اکثر وقتا میگم ولی این دفعه قول میدم امروز یه ویدیوی دیگه هم میذارم. اگه
البته به این ویدیو هم خیلی بستگی داره، چون این آپلود شدنش بکنم 3 ساعت طول بکشه. گم شید، من امشب فرار میکنم. برگم شو بابا، اتت چه؟ اونی که کلید زرد داره رو من میخوام. اونی که اون کلید زرد خوشگلو داره، که اون راه فرار منه. چون بابا چقدر ایزی، چقدر ایزی، وای ایزی. من باید بگم ایزی. این از اون مایه شل درست میکنیم. بابا حالا چیکار کنیم بچه های گل؟ پلیس کلید زرد داره رو بگیریم دهنشو هم کنیم دیگه، خودتون بهتر میدونید. گو خوردم. فری تایم. بیا این چه کلیدی داره؟ خب کلید زرد نیست. چرا اون که کلید زرد داره چرا نیومده اینجا و کجاست؟ میریم رو مپ. کلید قرمز، کلید بنفش. اون که کلید زرد داره فکرم طبقه پایینه. کلید زرد اینجاست، پیش سگاست. ای بابا دقیقا پیش سگاست. کجا این برای چی باید بره پیش سگا؟ دقیقا همین پشته. این کلن هم چطوری میشه آوردش بیرون؟ اوه الان داره میاد بیرون ظاهرا. اینم نمیرم تا اینو بگیرم. کجاست؟ خدا لعنتش کنم، بخاطر کلید داره برای عذاب میده. کلید سبز اینجاست، کلید زرد دیگه اینجا نیست. کلید زرد، این کلید زرد ناهارخوریه. اوکی باید بریم. غذاخوری ناهارخوری نیست ولی اوکی. با دخلشو بیارم. کجایی؟ کدومتون زرد است؟ اوه تو کلید زردو داری؟ آره اوکی. یه بهت کادو بدم. همیشش هم کمه زارم به یکی فایت داده. برید. خب. آها سری سیرچ. سری این کلیده رو برمیداریم، کپیشو میزنیم، میداریم سر جوش. خدافظ. نه اینجا بودم. فری تایم. اینم کلید زرد. جی فرار میکنیم. الان باید بریم تو اتاقمون. کجاست اتاق کم؟ تنها. اون بچه الان تنهاست. الان احساس تنهایی میکنه. این ویدیو بیشتر از 20 دقیقه هم فکر نکنم بشه اگه فرارمون رو درست انجام بدیم. من این نقشه توپ دارم. راه خونه. باید برم پایین بپیشم سمت چپ. اوکی. اول با تجهیزات فرارم جمع کنیم. البته داریم همه رو. خب میایم تو. این کلیدم میذاریم. الان چیا داریم؟ همشون هم نیازه. همشون برای فرار کردن. آره بذارید اینا رو مخفی کنم. الان میان دیسکو رو سرج میزنم بدبختمون میکنم. شب وقتی که چی شد فرار میکنم. بله الان میرم با جارو بچرخم. ولی یه چیزی باید شکلاتم بردارم. البته شاید اونجا گرسنم شد بعد دیگه بد میشه. از کم بوده انرژی نتونم فرار کنم. یعنی فشار بهم وارد میشه حقیقتش که انرژی نداشته باشم نتونم فرار کنم. خیلی فشار داره. یه انرژی زا داریم با یه دونه موز. جفتش هم میبرم.
الان باید بریم چیز کنیم، باید بریم رول بزنیم که قشنگه. باید بریم رول تایم که اینجا برگزار میشه. اوکی من همین الان منتظرم. آره بله با جارو اومدم رول تایم. وای ای روزگار ای روزگار. جانم بچه من اولش میخواستم کارم توی آپارات شروع کنم، بعد یادم آمد آپارات کلن بسم الله آپارات کلن دیگه هی ولش کن. رول تایم من اولش هم میزنم. بایستا آماده رول تایم. چی؟ چرا رول تایم نشد؟ رول تایم بیبی. اینجا رول تایمه بودو رول تایم. چرا زدیش؟ بی ادب بگی بچه مردم رو میزنی بی ادبه. او عجب لباس خوشگلی هم داره. این لباسه ظاهرا ضخامتش بیشتره. اوکی این لباسه رو نمیخوام. خداحافظ. چرا چیز نمیشه آقا؟ اول از همه اول باید من یه مدال چیزی بدید. هی تو رو خدا یه مدال. رول کار من زدمش. ایزی بریم تو اتاقمون. بریم از الان میتونیم عملیات انجام بدیم. رول تایم من فقط 1 ساعته. گمشه پدر سگ. وسیله ها آماده است. درجا امروز فرار کردیم بچه. تو 2 پارت فرار کردیم. البته اگه الان تونستم فرار کنم حتما هاردشم میرم. البته هاردم میدیوم. هارد خیلی سخته ظاهرا. رول کال خب بذارید وسیله رو بر ندارم. شاید یا عصبی شدن اینو ردی هم حمله میکنم بادم. خب ظاهرا رول کال دیگه داره تموم میشه. بذارید ما کیلدامونو برداریم دستمونو. خب دیگه منم برای من خورد. فعلا نمیام بیرون. وایسا من کیلدام اونقدر جون ندارم اصلا نباید ازش استفاده کنم. باید خیلی آروم برم. باید با احتیاطم برم چون منو ببینم برام خیلی بد میشه. اسنایپر چیکار میکنه؟ اسنایپر احمق نمیتونه بزنتم. وسیت هیچیمو بردارم. نه اینجا نه داداش میخوام اینو ببرم. آره کسی نمیبینه؟ نه نمیبینه کسی. آخ جون بکن بریم بکن. ماشالله بابا اسنایپر احمق. آره وای در رفتم. نه در رفتم هنوز. وای چی شد؟ چرا؟ چطوری منو دیدن؟ نه اسنایپر پدر سگ بی خیال. وای در رفته بودم اسنایپرش بی پدری بود. نه همه چی مو گرفت.
وای 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 وای. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو دیدید. کامنت، لایک، سابسکرایب فراموش نشه و همین دیگه. مثل همیشه پیس.